دوستان عزیز، امروز قصدیم که در این ویدیو از مقاومتی عده در مقابل فهمیدن صحبت بکنیم. یعنی وقتی ما یه ویدیو منتشر میکنیم یه عده به در و دیوار و چپ و راست و بالا و پایین میکوبن که اصل و بیس کار رو ببرن کنار، موضوع رو به حاشیه بکشن و در مقابل فهمیدن مقاومت بکنن. داستان از چه قراره؟ ما یه ویدیو منتشر کردیم، گفتیم آقا این آهنگ جنتلمن اساسی کاور و کپیه. ببینید آهنگ ساسی مانکن یادتونه به اسم جنتلمن چقدر تو فضای مجازی سر صدا به پا کرد. حالا این آهنگ کاشف عمل اومده کاوره. نگاه کنید، ورداشته رفته از یه آهنگ دیگه کاور کرده، صداش هم بالا نیورد و کلاسش هم برای بقیه میذاره. بعد از انتشار این ویدیو انواع و اقسام حاشیه‌ها به سمت ما از بالا و پایین و چپ و راست، یعنی عده شدیداً همچنان مقاومت میکنن در مقابل فهمیدن. نمونهش این رپر فیکی کیه؟ این علیرضا جی جی کیه؟ یه دونه پست منتشر کرد، خیلی جالب بود. من کار دارم حالا با این رپر یه مقدار حالا دوره همین. تو پستش ویدیوی منو گذاشته و گفته که شرلوک هولمز کاری که ساسی مانکن کرده اسمش سمپل کردنه نه کاور. به هیچ وجه ارزش کار پایین نمیاد با سمپل کردن. اگر ملودی که میخوند یکی بود با طرف، اون وقت میشد کاور اسمش. در ادامه متنش هم گفته که ویدیو دوم توش یک مثال از یک آهنگ کاور گذاشتم، یک مثال از سمپلینگه و مهمتر از این که سمپل کردن یک آهنگ کار جا افتاده‌ایه. ساسی هم تک کرده. اولا داستان این حمایت رو بگم، اینا همه این خواننده‌هایی که هست اینا همه زیرخواب رادیو جوانن. خیلی روک بهتون بگم دیگه، یعنی رادیو جوان اگر اینا رو حمایت نکنه یعنی میمیرن از گشنگی. به خاطر همین بعد از اینکه ما این ویدیو زدیم کلا بالا تا پایین رادیو جوان یکی کردیم، الان یکی یکی نوچه‌ها زیرخواباشو برمی‌داره پست بزنن، فالوورم دارن دیگه، راجع ما صحبت کردن و تخریب کردن و چین و چنان هر چیزی که هست بگذاریم. از اون طرف اومدیم گفتیم این علیرضا جی جی کی هستن صحبت کرده. رفتیم توی پیجش نگاه کردیم، دیدیم ای بابا اینم دقیقاً مثل اون فاضلابای گشنگداه که تبلیغ سایت‌های شرط بندی میکنه تو استوری این ور اون ور، خودشو کشتار. بعد اینا از همون آدمایی که یه روز تبلیغ قمار نکنن میمیرن از گشنگی. گفتیم حالا ولش کن دیگه، حالا این مرسومه دیگه، یه سری افراد تبلیغ قمار میکنن دور همن دیگه، یه نون قمار و دزدی کنار هم دیگه میخورن. بعد داره تو متنش به من یاد میده فرق کاور و سمپل کردن رو. یه ویدیو بهتون نشون میدم. من چند هفته پیش، تا بگم یک ماه پیش، یه ویدیو منتشر کردم، قضیه سمپل و کاور رو به مردم آموزش داده بودم. اگر ایشون ندیده بره ببینه که من چیزیه که خودم به بقیه یاد میدم و لازم نیست به من بگه. ببینید این ویدیو رو که خودم قبلا فرق سمپل و کاور رو گفته بودم. یه سری سمپل های موزیک آماده هست که شما میتونید از این سمپل های آماده موزیک استفاده بکنید. نمونهش آهنگ ملودی آرش هستش. ما اول ویدیوی آرش رو به شما نشون میدیم که از دقیقه 2 دقیقه و 19 ثانیه به بعد از این سمپل استفاده میکنه، بعدش هم سمپل خامش رو برای شما پلی میکنید. بعد حالا دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که میگه آره این آهنگ یه دونه بیت آماده است، نمیدونم دور هم یه نون و بیتیه با هم میخوریم و اینا. بعد من گفتم آقا بیت آماده است، این ساسی به این لتسکو آهنگ این بنده خدا هم رحم نکرده، یعنی رفته لتسکو اونو شنیده اونو هم گفته. احتمالاً این لتسکو هم سمپله، کاور نیست. ببینید Let's go. بله دیگه. حالا
بگذاریم برسیم به همین علیرضا جی جی که راجع ما صحبت میکنه. یعنی هنوز یه عده نفهمیدن که نباید جواب ما رو بدن، اگر جواب ما رو بدن با خاک یکی میشن. این علیرضا جی جی همون کسیه که اومده بود رفته بود از یک آهنگ افغانی، خودش آهنگ کاور کرده بود و دزدی کرده بود، بعد گندش که بالا اومد گفت سمپل بوده. من نمیدونستم. یعنی هر موقع هر کسی هر جای مچشو میگیره میگه سمپله. ببینید این آهنگو. ما تو ببند و یه جا برقص و نکن نگاه به نقص که همه چی کامله وقتی اراده هست. زندگی آزاده یه کام هست. بغز لگلوی خان نکده و دل نمیشه خالی. باز خشک شده رویم چون چند سالی سشکایم نمیشه جاری. امروز رفتم استودیو کارامو بکنم. فقط یه توضیح بدم راجع به آهنگ لبخند. یه سری گفتن گیتارش دزدی و فلان. اگه کردیت رادیو جوانان بخونین گیتار آهنگ واسه من نزدم، واسه من گیتار نمیزنم. اتفاقی که افتاده کسی که به من گفت، ازش پرسیدم که گیتار رو خودت زدی؟ به من گفت آره. بعد فهمیدم این گیتار اصلا لوپه، یعنی گیتاریه که یه سری دارن توی مثلا کامپیوتراشون، این پروگرامایی که دانلود میکنن. این گیتار لوپه. حالا خیلی هم ایراد نداره. من اگه میدونستم لوپه استفاده نمیکردم توی موزیکم. یعنی اون بیتو من به کوپرودوس کردم، مثلا درام لاین و مثلا استرینگاشو پیانوشو ایناشو من زدم. گیتارشو الکس اون خواننده هسته گفت دوستش زده که من آخر فهمیدم مثلا گیتار لوپه. چند نفر برام فرستادن. قبلا که چیزی نگفتم به خاطر ازی بود. وایس بالام گفتم من حیث یک پرودیوسر کل پرودیوسرها حق دارن از لوپ استفاده کنن، اما ای که الان صدای خود کشیدیم به خاطر ازی بود که زمانی که یک رپر افغان از بیت اونا استفاده میکنن و اونا مثلا در موردش نظر میدن و تمسخرانه یک نظری میدن، ما هم در خودی حق میبینیم که مثلا نشان بدیم. نمیخوام رپ فارس بکشم پایین که مثلا ضعیفن و از این حرفا، نه، میخوام کار خود بیشتر توجیه کنم که آقا اگه شما اوتوری کار میکنین ما هم اوتوری کار میکنیم، چه فرقی بین شما لوپ استفاده میکنین ما هم لوپ استفاده میکنیم. بیت پلی میگیره فاسکتم کاپتان و بتمن مارول و دی سی. الهی هم میگیره باز سرم خودشه رپر و استاد و ام سی. امثالتان زیاد دواز کردیم جوک شدیم برم مثل مستر نم اسپین. کمک کدوم نگه ناز کردی از یک طرف ثواب داره کمک دم اسکی. من اگه میدونستم لوپه استفاده نمیکردم توی موزیکم. 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 دیدید دیگه، میگه من هیچ وقت از سامپل استفاده نمیکنم. یعنی امام انقلاب اسلام به خطر میفته اگه من از سامپل استفاده بکنم. توی یکی از آخرین آهنگاش به اسم ناب، همون اول آهنگ قلفتی یه جا کمپلت از سامپل استفاده کرده. بشنوید. میگن آها بیا بریم آماده یک دو برو بریم دید دیگه جدیدن هم خب دیگه مد شده دیگه. یعنی اگه کاور نباشه سمپله، یعنی اصلا استعداد و توانایی و آهنگسازی سرش گرده اصطلاحا. بعد این خودشو مدعی ساخت بیت میدونه و میگه من شماره یکم. حتی توی بیو پروفایل خودش زده من شماره یکم و من اصلا چیزی رو سمپل و کاور نمیکنم. بعد اینجوری گندش بالا میاد سمپل و کاور کرده و دوزی کرده از آهنگای مختلف. چند تا کاور کرده، یه دونش بود، بعداً بقیه رو هم منتشر میکنه. اما همین جی جی همون کسیه که خواننده و دوستاش هم خوشو تحویل نمیگیرن. یه بار رفته بود روی استیج میخواست آهنگ بخونه، مست کرده بود، چی کشیده بود، قاطی کشیده بود، قشنگ با مخ خورد زمین، لیتون و داشت میخوند. اصلا اینو آدم حساب نمیکرد. ببینید این فیلمو. دیگه دارم نشونتون میدم. خورد زمین، اون یکی هم داشت میخوند. اصلا اینو آدم حساب نکرد. بعد حالا گفتیم بالا میگم لیتو کیه؟ میگن شماره یک.
این آهنگ آخرش رفتیم پلی کردیم، یعنی من اگه برم رپ بخونم خدای بهتر از این میخونم. بشنوید. منم بین اینا دیگه شدم عرش میدوستای وقتی کوکاین اومد تو زندگی دنیا رو بگاییدیم و نکردیم اسخای نیومدم که بکنم من باز خود نمایی صدا سیما ایران با بیتام شد جهانی. دیدید دیگه چه جوری میخونه این؟ اصلا گرگو برم میخونه شلو. بعد میگه صدا و سیمای ایران با بیتای من شد جهانی. چی؟ صدا سیما ایران با بیتام شد جهانی. یعنی خودش رو شماره یک ساخت بیت میدونه. بعد همین آدم خودش میره بیتاشو سمپل میکنه و کپی میکنه و میدوزه از جاهای مختلف. عزیز من چرا لاف میزنی یا میبافی؟ قربونت برم. دوباره همون سایت قمار و شرط بندی تبلیغ بکن، از گشنگی نمیری دیگه. کلا این آرتیستای رادیو جوان 60-70 درصدشون همینجوری هم مثل تو گدا گشنه سایت‌های قمارن. برو همون سایت قمار رو تبلیغ بکن، اصلا سر تو کار خودت باشه دیگه عزیزم. نمیخواد به ما فرق کاور و سمپل رو یاد بدی. دمت گرم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ممنون. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون هم بفرستید.